پوشا بجه دوستان عزیز الحمدلله امروز اینی تکچه را قربانی میکنیم بعد از نام مادر این گاوی کلونه نه خوش نه همه غریبه و رفتن که سال توق سلمه زاوتم رو اخت استیکه و نبیدن دنیا تینجی امنی فرزانم زرخانه نکنه اید این عبدالله جان اید نکرده سی ها ها اید اینم براک نمیگوی ای بچه ماشاءالله همین دستگینه تون 15 کیلو میبره یا ها کندره بیاره اسم تقریبا 20 پاکت چی دکن 20 چند تا شده این از همش میکنیم ان شاء الله با همین خاطر خداوند سفیر انسان های خیرخواه را زیاد کنه امید دارم که سال آینده باز در جای یک بقا کشتگان میان دوستان عزیز همه کسا در حقم دوره فراموش نکنید در حق مادر عزیز به خاطر پیشرفت کار یک کمیتر دریغ ندارین سلام درود به پایان این داروهای گیاهی مغازه زیارتشاه چون هر وقت در خدمت شماست برادران اهل اسلام هر اون نفری که در روسیه شهر مسکو یا اینکه پیتر میباشه مرحمت کنه به دکان زیارتشاه این برادر ما استراحت کرده ای ملک فرخار تاجیکستان عزیز چیون داره اینجا الحمدلله اکر دیگه جای تعریف نیست هر وقت کسی که پراسفید خلکی تمام جاش در میکنه بیاریم 15 20 منت لوچکر کو جواب همش میگه عیناً عین استراحت میسه رو بخنیتی و بهترین نشان با همه توصیه میکنم که بیر برادران در عمر روزه کمی هم باشد استراحت کنید بله این دکان ما یکی از گوشه‌های وطن هست هر او هموطنی که میبیاید جان و جگر ما هست بلکه کلید نه مهمان جان ما هست مغازه زیارتشاه چون هر وقت در خدمت شماست برادرای اهل اسلام سلام علیکم و رحمت الله خدا یار و مددگارتون السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانواده هستین خداوند نگهبان هر یکی ما شما باشد دوستان عزیز از وطن عزیز به همه مردم غریب مادران پدران هر اون نفر که نوار ما را تماشا کردین عید سعید قربان مبارکباد میگیم ان شاء الله امیدوار هستم که در حق ما دوره فراموش نمیکنین امروز حضور داریم در وطن عزیز از نام یک مادر غریبی که شوهرش در فدراسیون روسیه بندگی کردگی دوستان عزیز خواست که قربانیش در وطن عزیز کنه با همین خاطر در ما تماس برآمد که بچه جان یک گاو بگیرین عینای ما قربانی کنین گاو از حساب 7 نفر میشه و باز گوسفند از حساب 1 نفر با همین خاطر از نام مادر عزیز در حقش دعا کنین که اولا روح شوهرش پرنور بگردونه خداوند جوش جنت بگردونه جنت الفردوس نصیبش بگردونه در حق این مادر دعا کنه که این قدر دل گرده کردگی باز یک گاو کلونه که زیاده از 120 130 کیلو گوشت میکنه همه را قربانی میکنیم از نام مادر عزیز با نفرانی که در دهات ما هستن هر اون نفری که شرایط دارن یا ندارن از حساب مادر ان شاء الله تقسیم میکنیم هر یک از نام نویس کردگی فقط نوار را تماشا کنین این برای خدمت باشی نبود فقط به خاطر که در حق مادر دعا کنین یا لایک کامنت را دریغ ندارین رفتیم دوستان عزیز الحمدلله امروز این تکچه را قربانی میکنیم بعد از نام مادر این گاوی کلونه اینجا دینا برادران عزیز گاوی کلون کشتگی اینی گاوا اینا الحمدلله گاوی بوزبالای خشوای گفتم تو بقا برای سن سال نیفتیم برای چی نیفتیم دوستان عزیز که بقا بوزبالگی در بوزبالا بود لک سن سالش ساوقدر نمیکرد برای همون اینی غنجی نگرفتیم یک گوساله کردگی بود با نرخ 8600 سومون خریدیم الحمدلله گفتن که 120 130 کیلو باید گوشت کنه فقط چی گفتن دوستان در حق هم مادر دعا کنه که با همه خیلی انسانای خیر میکردگی زیاد شوه و خوبتر شوه برای ما الحمدلله اول میبریم گوه میکشیم بعدا با تکر میکشیم این شتا پتا نزنم اونا بو دوستان عزیز اینا گوی بوزبالای بدگی همیه بازی ان شاء الله همین را میکشیم الحمدلله گوی خراب نیست گوی سوزه بهترین است امید دارم که وای سوز میته گوشت سوز میته گوشتش بهتر است ها اگه امروز چی گوشتی چرا بوزبالای سوزه بیام نمیپره بشه الحمدلله آخرون نفسو شد اینا فقط از جای کشتنش ایشون نمیته با کدام خاطر که ممکن است یوتیوب هم افتروس میخواد بعد کشتن ایشون میتیم ان شاء الله که چخلای گووا که بوزبالای گووا که سوزه ان شاء الله فقط دوگو باشین تماشا کنین راحت کنین دوستان عزیز با نگفتن اونو که پگه با سرخاب ده ان شاء الله که با یک کمتری گوی کلون دیگر میکشیم با مردم سرخاب ان شاء الله اینا جای گووا پدر تیار کرده سای
اینا یازده همجا در که همراه اینا همه در خدمتن انشالله کلونکه گرفتگی همشه جوباجو میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کارش نمیکنی. کارش نمیکنی الوکشو. شما کار داد تو؟ کار halka. Iş. Puxa, bıcık. Bıcık. Mora, kora oğlum. İsim bakalım. ایرم فقط توشتی؟ Ana bir ay. Dodaris. خود ستن نظر ایس بیاتا Dodaris bakalım. فوق ایس İsim bakalım. Silme bakalım. انا دوستان عزیز الحمدلله اینا گوه کشتن پستش کردیسن انشالله آز میبریم ریزش میکنیم پاکتش میکنیم و برای شما پورا معلومات میتیم دوستان عزیز که چی قدر گوشت کرد مثال پیاده تقسیم میکنیم جورا تیار کردگی ما قریب اوجه علاقه کار بوچید کاری بسیاری دیگه هزار رحمت با برادرها میگه که امروز اومدن دستگیری کردیسن الله جزای خیر شما تا برادرها فقط شما تماشا کنین راحت کنین Tanarım, tafiyet et. Ya Mustafa ya çok kaydı. برادران عزیز جورا پرتوختگی تیار کردیم کیلونکه گرفتیم برای گوشت تازه کردن احسان جان آوردی سبیگی بیا چند کیلو میبره یا 20 کیلو میبره بالا ایندا پرتوش قبچه نه برادران عزیز الحمدلله گوشت آوردی توای کردیسیم از این برادران وجود آوردیسیم نه همشه این روغن رودلی که هر یک چی که جوباجو میکنیم کم که جای گرامش ده هم میمونیم مقصد یک این نجد اونا باردارو کشتیسان روزی الحمدلله اونا میگیره میارانش فقط باردارو همه اید این عبدالله جان اید نکردیسی ها اید اینم براک نمیگوی ای بچه ای عبدالله اید نکردیسی کار فقط گشتن کو ای انا ماشاءالله همین دستگینه تون 15 کیلو میبره یا؟ ها؟ Anlatalım 15 kilo da kasa 3 kilo. و چه دو نمیتی؟ نه پروردگار کریم خدا خیری کردیشه به درگوش قبول کنه و عمری دروج نه خوش نه همه غریبه و رفتن کنسته است توق سلمه زاوتم رو اخت استیکه و نبیدنه دنیا تینجی امنی فرزانم رفتانه نکنه الله اکبر سلامت باشی بچه جان الله برکت تی سلامت باشی اینا برادران عزیز گردن قطعی نمی قبغر اینا میشه تمام اینا قسمت اینا پا دست قبرغه گردن بقین همش اینا نگفتن اینا دل جگر حاضی این خریزه کردیم تیار کردیسن برای برادرایی که در جای خدمت کردیسن انشالله میخرن Primera معلومه شما این نولان این صدای چند دقیقه کیلو همون چی؟ 12 ها 11 و 300 همون 120 دونه چی نه ها 130 کیلو 11 ها 130 کیلو میمونه بالا Arada diskaç bir bu yatas. کلو ترازو را بیارو چند ترازو هم جرا بیار کو Malum iş o. Elektronik drone'un içine بیا 120 با حضور دورا ها 120 زیاد بزرگا کم نیست Yok ha. کوی نیر ها مبرد 2 کیلو بالا هم زمین Bu doğru mu mega otu? که مجید بیارم که نه او سوغوری هم سوغوری چند Ya kilometre ne yok. دیدی اونا زیاد میکنه کام زنه ای ها پرجنکی ها Bu kişiden ne var bu kaç? نه 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 تمام همه خطیبش توغری کیلوش میکشه اکم روی من دوامتی های مدار خیر کرده گه آوازگو هر کسی بوده باید مورد مقصد اکتر بوده خیلی تبادل خواهد با مورد مقصدش برسونه عمر زرون با برکت تحصیل برکت خودکارشون برکت بکنه خدا هم زوی ما نگهمان شما الله اکبر Bana bu kındara diyor. کندره بیارو ایسون
گوداکا اید اومدن ایدی نام برک بچه کیت ولی اتاد میبیداد تو اید نمیرای در کجا بانان دادن دستی دی الحمدلله نبودم مایدش کردیسن الله برکه چون تیاین ما در همین خدمت دوستان عزیز میشوا اینا بازار عزیز 5 کیلو میشوا یک 5 همون گوش بیام 200 300 گرم روغن بیام میشوا روغن بسیار بدون بیش اونجا میخواد اینا بدون یک بنده ایالاو بیستا با کدام خاطر که دوستان عزیز قشلاق داری یک قسمت یک از دیگر نمیشه خاطر خوبتر و بهترش یک 700 قریب تگی 2 کیلوگی نه انشالله تقسیم کنیم چند کسی دکی شوا اینجا کیلو میشه پاکت خریدیم پاکت میزنیمش فقط از جانب مادر عزیز چیکار میکنیم در حقش دعا میکنیم خوب شده خوش کارو چی ارالاش هم یا تیاتر رو ترش کنیم بشوا نه کنه نه کیا چی باشه ماشاءالله دوستان عزیز الحمدلله اینا پاکت زده سیم 1 کیلو 700 1 کیلو 800 خیلی برو میشه از نه اینا همین خیلی زده سیم موز ببینیم چند پاکت میشه دوستان عزیز 100 گرم زیادی میشه الله خیر شبتا اینا باردارایی که درجه خدمت کردی سازن رو در 2 کیلویی دادیم الحمدلله حضور رحمت اینجا شوز کاجده سیم موز اینجا تقریبا 20 پاکت چی دکن 20 چند تا شده اینا از همه شما میکنیم ان شاء الله دوستان عزیز کدوم خونه میبریم میشه ایشون دادن میتونیم برای که قشلاق دوری ای فقط تو ماشین بار کردن الله چه شاهدی بین یک کارای ما برادران عزیز همون افرادی که در همین ده هستن برای همون 1.5 کیلو گفتیم 1 کیلو 700 گرمی کرده که در یک نفر دو نفر رفتیم خوبتر و بهتر هست نفرایی که ندارن در خونهشون هیچ نه یک مدوزه دیگش میجوشم آب شوربه شامخته بهتر خوبتره در هر یک قشلاق اگر همخلی نفرا خیر سخاوت کنه ان شاء الله یگون کس محتاج گوش نمیشود در ایدو ما الحمدلله دو عید داریم که عید رمضان دیگر عید قربان اولا دوگو هستم که خداوند تینجی و امونه وطن عزیز هم وقت پایدار میمونه که همه عزیزا بیچه تینجی و امونه که با حضور خداکای ما عید کردیسن ما اینجا در تردد با گوش تقسیم کنیم برادران عزیز آمین آمین الله اکبر دوستان عزیز الحمدلله اینا تقسیمات سر شد چند تا شده بوده ایشون ها 33 تا قسمه 33 تا ایشون باگم رفتن دوستان عزیز تقسیمات سر میکنیم الحمدلله باز پاکت ها از ایسا چه قدری باشه یک 5-6 کیلو شو اینجا در موندگیم دیگه کلان در درجه میدازیم برای نفرایی که میان دیگه قربانی کرده اینا مادر عزیز ان شاء الله خیر میشه و اینا همش در اینجا تقسیم شده دوستان عزیز باز از نوع مادر عزیز در حقش دعا کنیم رجبسنی را کردیم اینجا با حساب ما انشاءالله 120 کیلو 120 چند کیلو گوش کرده گوبرا که از ما یک 700 یک 800 یک 600 مونده راشو هر چیزی هست از برای الله های مثال برای مادر کردگی اینجا باز یک بارگر میگم که برادران ما خدمت کردن اونو دادیم یا شاز میبریم تقسیم میکنیم الله نگهبانتون در حق مونده را فراموش نکنین از اون جمله در حق مادر عزیز که شوهرش بندگی کردگی خداوند جوش جنت گردونه خیرای مادر را به درگاهش قبول گردونه که امروز یک مادر غریب یک کاری بهترین بحری نفرانی که ان شاء الله از انمی گوشت میخرنه امروز برای این چون پیشنهاد میکنه یک کاری خوب و بهترین کرد با همین خاطر خداوند سفیر انسان های خیرخواه را زیاد کنه امید دارم که سال آینده باز در جای یک بقه دو بقه میکشن الله نگهبانتون تک پیش دوستان عزیز الحمدلله تقسیم کردیم عرق ایسر رومون سر کرد این طرف میریم این طرف میتیم ایالا همه انسان هایی که در هر یک قشلاق هستن که کمتر شرایطشون وزمینای و هم خاطر تقسیم کردیم اول عید نکردیم ساعت 10 شد عید نکردیم عید ما همه به خاطر مادر به خاطر کار نیک اومدیم
برش احسان جان اینا الحمدلله دویده هی اینا مردم همه عید کرده سه خدا باشه الحمدلله اینا احسان جانم رفتک لبی رای کلون دهیم تقسیم ساعت 11 شده لکی الحمدلله اینا رسمی سنی اینا دو جان عید چقدر گذشته سای زور گذشته اچکیات نیست کو عید خونه بیا مایل دوای بچه کی بشه ای ملادیس دوستان عزیز الحمدلله نه ساعت 11 شد تقسیم تابوت کردیم نه رش گرفتیم نه سر شدگیم نه حالا بینا او حالا میگم دوستان عزیز تکر قربانی خودمون کشته استیم برای چی گوسپنم بشه که پدر پاریزی به همون خاطر دوستان عزیز 85 پاکت 1 کیلو 700 گرم 1 کیلو 800 گرم 1 کیلو 600 گرم همین خیلیش دوستان عزیز بغیر ای 4 5 کیلو در دک دوختیم برای قربانی کردن ولی میگه در خونه گو کشتگان میان دوستان عزیز همه کسا در حقم دورا فراموش نکنید در حق مادر عزیز و خاطر پیشرفت کار یک کمیتر دریغ ندارین پگا نوار نوبتی را انتظار شین یک گاوی کلون دیگر از حساب مردم اوران تپه با ان شاء الله خیر ای الله نگهبانتون باز یا لایک دریغ ندارین خاطر مهربانی مادر عزیز خیرش به درگاهش قبول گردونه اگر مادر نواری مرا تماشا کرده باشه هزار رحمت اگر یگان چی کم زیاد رفته باشه عذر زیاد آدمی نه دل جگرش ایجاد بریان کردیم هر چیزی هست مال شما به هم خاطر در روی اکران گپ میزنیم کم زیاد رفته باشه اوش ببخشید مادر جان ان شاء الله که هر چیزی بود شاید الله مهربان خیر دوستان عزیز تا برنامه آینده